با درود فراوان خدمت همگی شما دوستان گرامی، امروز با 10 سخن زیبا و آموزنده از بزرگان جهان در خدمتتون هستیم. با من کوروش از کانال خوب پرژن تاپ 10 همراه باشید. کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خود عوض می کند. اگر میخواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش، زیرا آن شادی که ما به دیگران میدهیم به خود ما برمیگردد. زمین خوردن شکست خوردن نیست، از زمین بلند نشدن شکست خوردن است. آن که امید دارد هر 4 فصل سال بهار باشد، نه خود را میشناسد، نه طبیعت را و نه زندگی را. زندگی واقعا ساده است، ما اصرار داریم که آن را پیچیده کنیم. بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست، تغییر آینده است. هیچگاه خود را با هیچ کس دیگری در این دنیا مقایسه نکنید، در غیر این صورت به خودتان توهین کرده اید. غمناکترین لحظه زندگی را از کسی تجربه می‌کنی که شیرین ترین خاطرات زندگی را با او داشتی. اگر نیت 1 ساله دارید گندم بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت بکارید و اگر نیت 100 ساله دارید انسان تربیت کنید. آنچه بدان میاندیشیم برای ما رخ خواهد داد، پس اگر خواهان تغییر بزرگ هستیم باید ذهنمان را باز نگاه داریم. خب خیلی ممنون از شما دوستان گرامی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. امیدواریم که از این جملات بتونید به درستی برای بهتر شدن زندگیتون استفاده کنید. به نظر شما کدوم جمله بیشتر به دل می نشینه؟ با سپاس از همگی شما، تا ویدیوهای بعدی بدرود.